درود درود درود. درود عشق، درود عشق به تک تکتون عزیزان. عشق به وجودتون. استار برای چی؟ پس از کجا فهمیدی که باید بیای لایف؟ درود و عشق، 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 درود و عشق. خوش اومدید. به قولم وفا کردم، بهتون گفتم برمیگردم، برگشتم و همین. عشق به وجودتون. من چند روزه میرم باشگاه و شوک‌گذارم. برید بچه ها گراوندینگ کنید، گراوند باشید. منظورم از گراوند درود و عشق به تک تکتون. درود و عشق، درود و عشق. خوش اومدید. خب درود عشق موری عزیز. درود عشق بر روحای بزرگ. درود عشق به تک تکتون. خوش اومدید بچه. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خوش اومدید. و روحای آگاه و بیدار. خب بچه ها شما تا اینجا همتون بیدار شدید، آگاه شدید، تا اینجا اومدید. خب شما یه روحایی هستید خب که جرأت پیدا کردید سوال کنید از خودتون. شما یه روحایی هستید که جرأت پیدا کردید که سوال بکنید. خب از خودتون سوال بکنید بچه ها. خب چرا؟ به خاطر اینکه جوابها همه تو درون خودت هم هست و جوابها هم هیچه هم همه چیزه. خب تو دو تا آپشن داره این جهان. 2 آپشن داره، همه چیز و هیچ. خب همه چیز و هیچ. خب حالا تو جواب اون عزیزی که دایرکت داده، خب اون تو میخوای بدونی که تو کی هستی. تو خودتو نسبت میدی، تو به اون روح خودتو نسبت میدی. آیا من اون بودم؟ اگه خودت باور داری که اون بودی، آره تو بودی. چون کسی غیر از تو وجود نداره. کسی غیر از تو وجود نداره. و اشخاص دیگه رو که داری میبینی، این آگاهی که دارم بهت میگم، خب این آگاهیش خیلی 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 باید ذهنت باز باشه بفهمی من چی دارم میگم. خب هیچ کسی غیر از تو وجود نداره، فقط تویی که وجود داری. روی پاهای خودت وایسا، قدرتمند شو، ترسی نداشته باش. کل برنامه‌ای که برای تو جهان هستی داره اینه که ترساتو بریزون، رو پای خودت وایسا، تمام ترسا و بیلیفا، برنامه‌ریزی‌های دیگران از ذهنت پاک کن. من اینجا کسی رو برنامه‌ریزی نمی‌کنم. من اینجا به کسی وسواس نمیدم. وسواس. من تا حالا به کسی نگفتم گوشت نخورید، گوشت بخورید. خب دست خودته، میل خودته، دوست داری بخور. اگه احساس خوبی بهت میده، آقا این گوشته مثلا، اگر میتونی این گوشته رو بخوری، حس خوب داشته باشی، این ویتامین داره، تو رو بالا میبره، این تو رو بالا میبرتت. ولی اگه حس بدی نسبت بهش داری، نخور. میدونی چی دارم میگم؟ پس حس بدی نداشته باشی. ولی در کل یه مطلبی میخوام بهت بگم. اگر باورشو نداری، ضعیف الباوری، هنوز نیازه که رو قدرت باورت کار بکنی. خب باور نمی کنی آقا این گوشت خاصیت داره. اگه باور نمی کنی، تو برو چیزایی که باور داری و مصرف کن. چه چیزایی برای من خوبه؟ چیزای تازه، فارمر مارکت مثلا. میدونی چی دارم بهت میگم؟ اگه باورت فکر میکنی، اگه فکر میکنی مثلا داستانیه فلانی، نه. ولی در کل همه چیز خوبه تا موقعی که تو حس خوب داشته باشی. پس کل برنامه جهان هستی برای شما اینه که شما این جمله رو بفهمی در آخرش. خب بذار شعر چیز رو بیارم، با شعر برات بخونم طلا. خب
تو هم میتونی همه چیز باشی، تو هم میتونی هیچی باشی. پس تو دوست داری هیچی باشی؟ کی دوست داره هیچی باشه؟ واسه من بنویس. کی دوست داره هیچ باشه؟ هیچ. کسی فکر نمی کنم دوست داشته باشه که هیچ باشه. همه دوست دارن باشن، حضور داشته باشن، در هستی حضور داشته. کوین میگه من میخوام هیچ باشم. دو تا مسئله وجود داره، دو تا آپشن وجود داره در این دنیا. درود و عشق به تک تکتون. خب یه هیچه، یه همه چیزه. یه هیچه، یه همه چیزه. و آخرش به یه جایی میرسی، آخرش به آخرش خب به این میرسی که به درود و عشق به تک تکتون. آقای فرجی میگه منی وجود نداره. اگه منی وجود نداره پس تو کی هستی؟ من هستم. من دیروز واسهتون کامنت کردم من هستم. خداوند میگه من هستم. پس معنی وجود داشتن رو نفهمیدی. کلمه تو وجود داری. تو وجود داری. تو داری انکار میکنی که وجود نداری. تو وجود داری. تو هستی. تو لایتناهی هستی. مرگی برای تو وجود نداره. خب عرفان وقتی تو میگی من ذره‌ای از خداوندم، خب داری جدایی میافکنی. خب نگاه کن، ببین جواد چی نوشت با بالاییش. جواد شیرازه. نگاه کن با بالاییش. نگاه کن رو پای خودت جرأت داشته باش. رو پای خودت وایسا، بدون ترس بگو من خدا هستم و تو خود اویی. اکثر آدم ها میترسن از این کلمه. میترسن از قضاوت. میترسی. تو جز نیستی. تو کلی. سودی. تو میترسی که میگی من جز'م. میدونی از چی میترسی؟ میخوای مورد تایید دیگران قرار بگیری که دیگران بهت بگن درست گفت. میگه من جز'م، درست گفت، کوچیکم. ولی در واقع تو خود همون اصلیه هستی. اینو بفهم که تو خود همون اصلیه هستی. فهمیدی طلا؟ اینو درک کن. وقتی به این رسیدی قدرتمند میشی. تمام مراکز انرژیت باز میشه. تمام مراکز انرژیت باز میشه. خب هیچ محدودیتی وجود نداره. هیچ محدودیتی وجود نداره. بچه‌ها اگر بیام پایین‌تر صحبت کنم، خب از خدایی بیام پایین‌تر صحبت بکنم، از خدا بودن بیام پایین‌تر صحبت بکنم، رو این زمینی که ما الان قرار داریم خود پایین تو قرار داره. خب تو این زمینی که قرار داری و خود تو قرار داری، تو این زمین یه دوگانگی وجود داره. این دوگانگی چیه؟ ذهن و ذهن. نگاه کن اینجا رو. یه شکل بهت نشون بدم بعد بریم سراغ دوگانگی. اینو نگاه کن. اینو نگاه کن. چه برداشتی داری از این نقاشی؟ از این نقاشی چه برداشتی داری؟ خوب اول نگاه کن. سری نمیخوام جواب بدی. خب سری نمیخوام چک بکنی جواب بدی. خوب این نقاشی رو نگاه کن.
اینجا رو از پایین بیا نگاه کن، از پایین بیا نگاه کن. اینا چیه؟ این چیه؟ یه حالت مثل کره مانند میمونه. این پایین، این پایین، این پایین. این چیه؟ این کره چیه؟ این تو گلوش یه چیزیه، یه انگار یه کره دیگه ای هم تو گلوشه، یه کره دیگه ای هم تو گلوشه. خب این چیه اینجا؟ بعد میاد بالاتر، اینجام یه چیزی داره، اینجام یک نوری داره، یه نور اینجاش داره. خب این چیه در واقع؟ این چشا چیان؟ چشا، این چشا چیان؟ چشم. این چشه که پشت دلاره علامتش این چیه؟ چشمه که پشت دلاره علامتش این بالا، این چشه کیه؟ چشمه. خب یعنی فقط، حالا کامنت ها رو باز میکنم. خب قشنگ خوب نگاه کردی دیگه، نگاه کن. در واقع یک چیز وجود داره، یک چیز وجود داره که خودشو زیاد کرده، خودشو زیاد کرده، که اونم خودتی. یعنی خودت زیاد کردی، تعداد زیاد درست کردی که تجربه کنی، تجربه کنی، تجربه کنی، که زندگی رو تجربه بکنی. که هستی رو تجربه بکنی. هستی، هستی. نیستی وجود خارجی نداره. کلمه نیستی وجود خارجی نداره، فقط یه کلمه است، بی معنیه. از اول بوده، هست و خواهد بود. از اول بوده، هست و خواهد بود. گذشته، حال، آینده وجود نداره، فقط حاله. همین حال داره ادامه پیدا میکنه. حال داره ادامه پیدا میکنه. حال. کل برنامه جهان هستی اینه که تو ترساتو درمان بکنی. طلا ترساتو درمان بکنی. تو خودتو درمان بکنی، تو به این جمله برسی. کی انلایتمنت میشه؟ آقا آخرش میفهمه من همه چیزم و هیچم، من همه کس و هیچ کس، من همه کسم. I am، من هستم. I am، من هستم. آیا تو سیامک هستی؟ آره من سیامک هستم. آیا نیستی؟ نه نیستم. آیا تو جواد هستی؟ هم هستم هم نیستم. آیا تو سیامکی؟ هم سیامکم هم نیستم. میدونی چی دارم میگم؟ زیاد دنبال اینا نرو. خیلیاتون دنبال این سوالاتین که تهش چیه، تهش چیه. دنبال سوال پرسیدن نباش. ذهنه که هی میخواد سوال بپرسه. ذهنه داره میگه برو بپرس، برو بپرس ببین کی هستی، چی هستی. دنبال سوال، دنبال سوال نرو. میری وارد تاریکی میشی، یه جا میری خودتو میبینی نشستی تو اون تاریکی، میگی وجود ندارم، به وجود نداشتن میرسی. بهتره از بین وجود نداشتن و وجود داشتن، وجود داشتن رو انتخاب کنی. نه به خاطر ترسا، به خاطر که وجود داری، الان هستی. پس از زمانت لذت ببر، از زندگیت لذت ببر. پارتنر داری، از پارتنرت لذت ببر. عشق بده، چون تو داری به خودت عشق میدی. اگه عشق ندی یعنی تو به اون عشق نمیدی، به خودت عشق نمیدی. در واقع همه خودتن. میدونی چی میگم؟ همه خودتن. یه بار دیگه اون عکس رو بیارم، ترنان کن، خیلی جالبه. بازی باوره، بازی باور. همه چیز بازی باور. بازی باور.
پس چرا ما ازدواج میکنیم و عاشق میشیم؟ به خاطری که خداوند دوست داره لذت ببره، خداوند دوست داره تجربه بکنه، دوست داره لذت ببره. تو دوست داری لذت ببری، دوست داری تجربه بکنی، تو خودت انتخاب میکنی که ازدواج بکنی. دوست داری تنها نباشی، دوست داری یکی بیاد به تو یه درسی بده. این عکس رو براتون میذارم بچه، تو کانال چیز عکس بگیرید ازش، تو کانال عکس بگیرید. من نمیدونم، من خودم اگه اینجا بردارم نمیتونید ازش چیز کنید، ازش عکس بگیرید. میذارمشون تو، از اون تو عکس بگیرید. ما نوریم و از روح خداوند هستیم. تو خود خداوندی ندا، تو خودشی. فکر کن راجع به این موضوع. عکس داستانش اینه که نگاه کن اینجا رو، خودتی. بذار عکس رو بیارم، این عکس رو بیارم. مریم میگه پس میگن کی میگه؟ مریم میگه خب پس چرا میگن دنبال جفت روحی نباشین؟ totally up to you، کاملا به تو بستگی داره. دوست داری حال میکنی باش، حال نمیکنی نباش. خب حال میکنی باش، حال نمیکنی نباش. عکس خود ماییم، این عکس خود تو. نگاه کن. بذار من یه دقیقه کامنت ها رو ببندم واسه برداشت خودم رو توصیف کنم. آقا اینو نگاه کن، این اگه کره زمین باشه، خب این یه چاکرای دیگه، چاکرا گلوت. چاکرا گلوت یه مرکز انرژیه. خب داریم میرسیم به یه جایی که آقا داریم میرسیم به یه باوری که تمام هستی خودتی. کم کم داریم. بعضی ها میترسن از این موضوع. اوی من نمیخوام جهان هستی باشم، من نمیخوام جهان هستی باشم، من نمیخوام جهان هستی باشم. راجبش یه ویدیوی کوچیک درست کردم. چون تو ترس داری. اگه نمی ترس داری، برو رو ترسات درمان کن. تو احتیاج داری که ترسات درمان کنی. میدونی چی دارم بهت میگم؟ بچه اینجا دنبال باورهای من نباشید. اینجا اینا باورهای منه، اینا باورهای منه. خب من دوست دارم اینا رو، باورهای خودم رو به اشتراک بذارم. هیچ کس رو اینجا زور نکردم که بیاد از باورهای من استفاده بکنه. اگه فکر میکنی درسته ازش استفاده کن، اگه فکر میکنی غلطه ازش استفاده نکن. میدونی چی دارم بهت میگم؟ اگر خوشت اومد از فرکانس من، با فرکانس من بمون. اگه خوشت نیومد از فرکانس من برو. خب هیچ ایرادی نداره، برو. وقتت نرسیده هنوز که خیلی سوالا رو جوابشو بگیری. بعداً جوابشو میگیری یه موقعی که بیشتر درمان شدی. میدونی چی دارم میگم؟ یه موقعی که آماده بودی. شاید دوست داری، نمیگم تو مریضی، ولی شاید دوست داری بری یه ذره دیگه بازی بکنی. میدونی چی دارم بهت میگم؟ یه ذره دیگه دوست داری بری بازی بکنی. پس این عکس خیلی معناهای مختلفی داره. این چشما رو ببین. این چشما رو اگه هر کدومش یه انسان در نظر بگیریم، با یه چشم سوم، چشم درون، یه چشم درون داریم، یه چشم بیرون داریم دیگه. خب دوگانگیه دیگه اینجا. چشم بیرون، چشم درون. در واقع یک چشم وجود داره تو جهان هستی، یک چشم. دیروز یه بنده خدایی رو هیپنوتیزم میکردیم، میگفتش که من از یه چشم میترسم. خب همش ترسه. به ما با باوروندن، قبولوندن آقا یه موجود یه چشم ترسناک وجود داره. ترسی وجود نداره، اونم خود تویی اگه وجود داشته باشه. حالا یه چشم، دو چشم، سه چشم، هفت چشم، هشت چشم، یا مثل خود تو 1000 چشم که همش هم یه چشم. نگاه کن این چشمی که نشون میده اینجا چشم همه بینه، چشم خود توه. چشمیه که خداوند همه چی رو داره میبینه. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو داری همه چیز رو میبینی، کل هستی رو داری تجربه میکنی. این به معنی اینه که تو داری کل هستی رو تجربه میکنی. این چشمه که رو دلاره. بذار اینو بزرگ کنم. اینایی که داری میبینی
کل هستی داره خودش رو تجربه میکنه. خب میترسی خانم بختیاری اگه حس خوبی به این عکس نداری؟ چرا حس خوبی نداری؟ خیلی قشنگه، خیلی عکس زیبایی. چه چیز زشتی داره از این عکس که میترسی؟ باید خودتو ببین، باید خانم مهسا بختیاری، باید این موضوع رو درک بکنی. باید این موضوع رو درک بکنی. خیلی زیباست، اتفاقا خیلی زیباست. کل هستی در درون خودته. کل هستی خود تویی. کل هستی خود تویی، یعنی خود من. All is one, one is all. قانون اول جهان هستیه. نگاه کن اینجا رو. بذار قانونهای جهان هستی رو بیارم. بچه یه چیزی که خیلی از شماها بعضی موقع شما رو باز میداره، حواستون باشه، باورهای ذهنی خودته. مثلا پیش خودت میری میگی که خب من با روحهای دیگه چه فرقی میکنم؟ با روحهای خواب دیگه خب چه فرقی میکنم؟ نسخه های دیگری از تو هستن که سوال نمی کنن، دوست ندارن بدونن چی به چیه. خب اصلا میترسه، وحشت میکنه. بهش میگی بیا اینجا، 2 سوال متافیزیکی ازش میکنی وحشت میکنه. 2 سوال شادو سایه‌ای ازش میکنی وحشت میکنه، ترس سرش میداره. میدونی چی میگم؟ ترس خیلی چیز بدیه. ترس یه باور غلطه، یه باور فرکانس پایینه. تو ترس نمون، روش فوکوس نکن. خب رو ترس نمون، از ترس بیا بیرون. نه ترس، بیا بیرون، از ترس خارج شو. بیا همون موقع که مثلا تو توی باور میری تو باور ترس، خودتو مشغول کن. خودتو مشغول کن، تو اون باور ترس نباش، ازش بیا بیرون و به خودت بقبولون که ترسی برای تو وجود نداره. وجود نداره، یه باور پروگرامینگ، برنامه ریزی. Law of Divine Oneness، یک قانونی تو جهان هستی وجود داره. خب Everything is connected، همه چیز با هم دیگه کانکت هستن، مرتبط هستن و همه چیز یک چیزه. All is one, one is all. اون عکس قبلیه بود، قانون اول جهان هستی، Universal Law. عالی، درک کن این کلمه رو. ببین این کلمه رو درک بکن. این باقی دیگه قانونا رو ولش کن. قانون اولی رو کامل درکش بکن. بشین فکر بکن امشب بهش. All is one, one is all. چند دقیقه میتونی فرکانس خدا رو تو بدن خودت نگه داری؟ چند دقیقه میتونی وایسی استوار رو خودت؟ هر چی بیشتر بتونی اون فرکانس خدایی رو تو خودت هولد بکنی، نگه بداری، تو قوی و قوی تر هستی و تو بقا پیدا میکنی و تو همه چیز هستی و تو هر آن چیزی که بخوایی به دست میاری. چقدر میتونی درک بکنی اینو؟ چقدر میتونی تو ذهن خودت نگه بداری اینو، این موضوع رو، این چیزی که اول به توضیح دادم؟ واقعا
استادی عکس نشان دهنده این است. بچه ها من استاد صدا نکنید، من یکی مثل شما هم. خب اینقدر لقب به این و اون ندید، دکتر و استاد و نمیدونم پروفسور و فلان و اینا. خب اینقدر لقب به این و اون ندید، گنده چیز نکنید. اون ایگو بیاد بزرگ میشه، ایگو. منم نمیخوام ایگومو بزرگ بکنم، منم. خب در عین اینکه تو همه چیز هستی، تو کل هستی، در عین حال باید افتاده باشی. نه که افتاده باشی، منظورم این که در حال حرکت باشی. ایگو رو ایشو بنداز، گو، حرکت کن. جهان هستی همینه. حالا که این جمله رو فهمیدی، کل چیزی که میخوام بهت بگم اینجا طلا، کل کمکی که میتونم اینجا بهت بکنم در آخر لایو همه امروز میخوام بهت بگم، از زندگی چی میخوای واسه من بنویس اینجا. از این زندگی چی میخوای واسه من بنویس. چرا قرمز و آبی هست اون چشما؟ چاکرای قرمز، چاکرای آبی، چاکرای پایین، چاکرای بالا. از above so below دوگانگی رو داره نشون میده. میگه که تو این جهانی که خلق شده یه پایینی وجود داره، یه بالا وجود داره. تو میخوای بری بالا یا میخوای بری پایین؟ میخوای برگردی با خود دیگه کیشی یا میخوای بری پایین تو تاریکی؟ 2 تا راه داری. تو تا اینجا تا نور اومدی بالا. خب بین نور و تاریکی بذار اول اینو چیز کنیم. بذار اول اینجا رو چیز کنیم. منظورتونم متواضع چیه؟ تواضع. منظورتونم تواضع چیه؟ آرامش، سلامتی ابدی. عطیه نوشته ابدی منظورش. خب آرامش، سلامتی. راجع به سلامتی یه چیزی بهت بگم. عطیه میدونی چه چیزی آدمو ناسالم میکنه؟ لو وایب، فرکانس پایین، باور فرکانس پایین. این دکترها خطرناکن، نرید پیش این دکترها. با باورتون خودتون رو درمان کنید. چون موقعی که تو میری پیش دکتر لباس سفید پوش، به تو چی میگه؟ به تو میگه تو آنفاکتوس زدی و تو میای خونه. دیشب داشتم با یه دختری صحبت میکردم، قبول کرده بود که بچه‌ها دکترها میگن ما خطرناکیم، ما میگیم دکترها خطرناکن. به نظر کی خطرناکه؟ خب ما میگیم دکترها خطرناکن، دکترها میگن ما خطرناکیم. من چی دارم بهت میگم؟ من فقط دارم به تو راهنماییت میکنم، میگم خودت تصمیم بگیر. یه چیزی تو درونت داری به نام باور، اسلحه هست. خب با این باوره عطیه تو میتونی به سلامتی برسی. آقا یه خودکار بیارین و بنویسین. یه خودکار دفتر همتون بیارید بچه‌ها. همتون یه کامنت نذارید عزیزم. هیچ کی کامنت نذاره بچه‌ها. هیچ کی کامنت نذاره. برو خودکار دفتر بیار. هیچ کی کامنت نذاره. واقعا هیچ کی کامنت نذاره. هیچ کی کامنت نذاره بچه‌ها. هیچ کی کامنت نذاره. بچه‌ها برید خودکار دفتر بیارید. هیچ کی کامنت نذاره بچه‌ها. اگه صدای من الان بهت رسید برو خودکار دفتر بیار. چرا گوش نمیدید بچه‌ها؟ چرا گوش نمیدید؟ میخوام کمکتون کنم. برید یه خودکار دفتر بیارید. هیچ که کامنت نذاره. هیچ که کامنت نذاره عزیزان. نمیخوام بچه کسی رو کیک بکنیم. کامنت نذارید به شما. خب بنویس. خودم منم مینویسم. هیچ که کامنت نذاره. یه کلمه هم نذاره. میخوام قدرتتون رو تست کنم. میخوام ببین سپیده سوخت، ناهید سوخت، سایرس سوخت، خب محمد سوخت، متینا سوخت. کامنت نذارید. خود جلو خودتو بگیر کامنت نذار. نمیخوام ببندم اینا رو. اگه با من همراهی کامنت نذار. میخوای بشنوی. خب یه خودکار وردار.
بنویس. میگم کامنت نذارید، خانم فاطیما کامنت میذاره. نه، میخوام کامنت ها رو باز بذارم ببینم یه انسان چقدر میتونه یه روح خودش رو کنترل کنه، ببینم یه روح چقدر قویه، چقدر میتونه خودش رو کنترل بکنه. بچه به هیچ عنوان کامنت نذارید، میخوام ببینم چقدر میتونی جلو خودتو بگیری. خب خب آفرین. بنویس اسلحه‌ای دارم، ابزاری دارم، ابزاری دارم. مانای 1369 بیرون میکنم من لایف. شوخی تعارف بچه دیگه نداریم واقعا، ببخشید عشق بهتون میدم، ولی ببین ذهن داره میخواد حواس ما رو پرت کنه از این چیز مهمی که میخوام بهتون بگم. ابزاری دارم به نام باور. به نام باور. بنویسش باور. باور. خب که این باور اسلحه است، که این باور میتواند اسلحه‌ای باشد، که این باور میتواند اسلحه‌ای باشد برای خودم. برای خودم. ابزاری داری به نام باور. خب که این باور میتواند اسلحه‌ای باشد برای خودم، برای تو. خب باور بچه ها یعنی چی؟ باور یعنی چی؟ بنویس اینجا که چه برداشتی داری نسبت به باور. مرسی محمد. باور ذهن نیست عطیه. باور ذهن نیست عطیه. باور ذهن نیست. باور ذهن نیست. شاید متصل باشه به ذهن ولی ذهن نیست. چقدر باور رو درک کردی؟ باور متصل به ناخودآگاه، متصل بهش، ولی نه ناخودآگاه نه خودآگاهه، متصله، برنامه ریزی میکنه ناخودآگاهو. باور ناخودآگاهو برنامه ریزی میکنه، ناخودآگاه. باور یعنی ایمان. ایمان. باور یعنی ایمان. خب حالا همینجا وایسید، همینجا وایسید. مرسی بچه ها، خیلی قشنگ توضیح دادید. برگردیم به قبل ببینیم خواسته ها چی بود. برگردیم به قبل ببینیم خواسته ها چی بود. خب احسان موسوی میگه که من ثروت میخوام، پول میخوام، آگاهی میخوام. خب آگاهی میخوام. تو آگاهی همت. خب من ثروت میخوام. تو ثروتمندی، همین الان هم ثروتمندی. خب تو ثروتمندی. چطوری میتونی باور بکنی که تو هستی؟ به من هستم وسطش اون چیزی که میخوای باشی و اضافه بکن و باور کن. ضمیر ناخودآگاهتو پروگرام کن. چطوری میتونی بگی من هستم؟ زیاد پیچیده و فنیش نکنید بچه، کار فنی نمیخواد. چطوری باور کنی؟ آقا من باور میکنم که تو امنیت کامل هستم.
چرا باور نکنم که تو امنیت کامل نیستم؟ چون داره من محافظت میکنه همین باور. میفهمی؟ درکش میکنی؟ همینو میگم. خب بچه ها یه مطلبی بهتون بگم. کامنت های بعضیاتون، من نمیخوام بچه ها بهتون حمله بکنم ها، میخوام تفسیر بکنیم باورهای شما رو، چیزا رو. خب الان موری استوری 369، موری عزیز روح بزرگ میگه من هیچی نمیخوام، من تصمیم و اراده پروردگار هستم. خب من هیچی نمیخوام. یعنی نمیخوای بازی بکنی تو این بازی، تا موقعی که هستی نمیخوای بازی بکنی، تو هستی دائم. و من تسلیم میدونی یعنی چی؟ تسلیم یعنی این که من ثابت وای میستم. چه برداشتی از تسلیم داری موری؟ برا من بنویس. بچه شما چه برداشتی از تسلیم دارید؟ بعضی موقع ها باید تسلیم قدرت برتر، وقتی کاری از دستت بر نمیاد، اون باورشو نداری. خب تسلیم یعنی چی؟ تسلیم از چی میاد؟ تسلیم بودن. آفرین مینا. هر لحظه که تسلیم نه. تسلیم 2 حالت داره. خب یه حالت اثبات داره، پذیرش، خودتو بپذیری، خودتو قبول بکنی. آقا من خودمو پذیرفتم، هر آن چیزی که هستم خودمو میپذیرم. خب یه دونه اون داره و خلع شدن از چیزی. احسان میگه، احسان موسوی، پذیرش. یه نفرم یه حرف خیلی قشنگی نوشت که درستم نوشت، نگاه کن. السا نوشت باختن. تسلیم یه معنی دیگه ای هم داره. تو جنگ بود، تو جنگ تسلیمم. تو جنگ بود تسلیم. عراقی ها مثلا چیزا رو که میگرفتن، مثال میزنم، موقعی که اسیر میگرفتن میگفتم من تسلیمم، دستشو میداد بالا میگفت من تسلیمم. یعنی من خودم رو سراند میکنم به تمام قدرت ها، به تمام قدرت های برتر. تو خودتو نباید به قدرت های به قدرت های کوچیک چیز کنی. تو باید خودتو تسلیم، اگرم میخوای تسلیم باشی، خب نه اونی که شما میگی نه سیامک جان در لحظه هستم، هر چیزی که بخواد بشه. آفرین. تو لحظه باشی خوبه، تو لحظه بودن خوبه. آره بدون سلاح شدن، تمام آخر خط. ببین بچه ها تسلیم شاید 2 معنی های بدی بهت بده. مثلا خانم کووری یه مثلا چیزی که نوشت یه معنی تسلیم دیگه ای داره، اون به اون معنی نیستا. تمام آخر خط. آقا من دیگه تسلیمم، من دیگه بازی نمی کنم. میدونی چی دارم بهت میگم؟ به خاطر که تو وجود داری، تو نمیتونی اینو انکار کنی که من وجود ندارم. من هستم. آقا من هستم، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. من هستم، تو هستی، تو اینو هیچ کاریش نمیتونی بکنی. دنبال چه سوالی میگردی؟ ذهنت هی شروع میکنه سوال پرسیدن، هی حرف میزنه. تو نیستی، تو وجود نداری، تو وجود داری، تو هستی. اینا هستی. تو وجود داشتی، تو وجود خواهی داشت، تو بودی، هستی، خواهی بود. تو بودی، هستی و خواهی بود. چیزایی که از دستت در اومد،
چیزایی که از پست در اومد با ایمانت و با توکل حلش کن. چیزایی که از پست بر نیومد با ابزار باور شروع کن چیز کردن. با ابزار باور کن. فقط کافیه تو باور کنی. بچه ها باور ذهن جلوشو گرفته. خودت ذهن خودآگاه جلوشو گرفته. میاد میگه که هی با تو حرف میزنه. مثلا آقای موسوی میاد میگه که مثلا من ثروت میخوام. خب من ثروت میخوام. خب چی ثروت یعنی چی؟ خب ثروت چند تا جنبه داره. ثروت یعنی بچه ثروت ها رو نام ببرید. ثروت یعنی چی؟ اولیشو من میگم. ثروت چیزی که مردم ازش برداشت دارن. خب هیچ چیز منفی وجود نداره. انرژی پول ثروته. این یه نوع ثروت. خب پول این یه مدل ثروت. تو ماتریکس بهش میگن ثروت. اگه یه باوریه تو ماتریکس میگن اگه از این داشته باشی ثروت زیاد داری. سلامتی خب سلامتی. خیلی خوشحالم زینب که لایو امشب مسئله تو بود. فراوانی ثروت یعنی سلامتی. خب اینجا بنویسید بچه کیا. اول واسه من بنویسید کیا سلامتن. من خودم اول می نویسم. کیا اینجا سلامتن بچه ها؟ عشق به وجودت. من اول خودم نوشتم. پینشم بکنم. ایگو نیستا پین میکنه. ببین من کیا سلامتم. بنویس اینجا. اگه سلامتی بنویس من هستم. من سلامت هستم. بنویس کامل بنویس من سلامت هستم. من در سلامت کل هستم. احساس خوبی داشته باش نسبت به اینکه سلامتی. باورش کن که سلامتی. من سلامت یعنی حال خوبی داری. حس خوبی داری. حال خوبی داری. از بودنت راضی هستی. یعنی شکرگزاری. یعنی سپاسگزاری. من سلامت. امروز تو غذا برای خوردن داشتی؟ اون یه وعده غذایی که خواستی و خوردی. حالا یه وعده، 2 وعده، 3 وعده. چیزی گذاشتی تو دهنه، چیزی بود که خوردی به حس خوب داشت. خب بچه اگر داشتی تو پس محتاج نیستی. تو دارایی. تو ثروتمندی. خب تو از نظر مواد غذایی هم تأمینی. خب پس تو ثروتمندی. خب تو ثروت رو چی میبینی؟ ثروت چیزایی که به تو حس خوب میدن. تو همه چی داری. سپاسگزارم بابت اینکه اینو پوشیدم، چقدر حس خوب دارم. خب سپاسگزارم از اینکه الان اینجا زنده هستم. سپاسگزارم از اینکه ثروت دارم. سپاسگزارم از اینکه پول دارم. فقط باور کن. فقط باوره. ببین الان مهدیه اینجا چی نوشته. یه دقیقه بچه من این کامنت ها رو یه ثانیه ببندم. اینجا رو بخون مهدیه چی نوشته، بعد کامنت ها رو ببندم. نگاه کن. من سلامتم ولی کامل نیستم. مهدیه منظور چیه این که من کامل نیستم؟ چرا فکر میکنی تو کامل نیستی؟ تو از باورت داری فکر منفی به وجودت افتاده. خب که میگی من کامل نیستم.
ویروسی به اسم منفیگری به وجودت افتاده. کجای کار تو فهمیدی که تو مهدی؟ واسه من بنویس اینجا کجای کار تو اشکال ایجاد شده، برنامه ریزی شدی که تو فهمیدی تو کامل نیستی، که تو ناشکر هستی. چیز بدی نیستا، تو یه باور غلطی اومده سراغت که تو میگی من کامل نیستم. خب بچه اصلا قضاوتش نکنید، چون داری خودتو قضاوت میکنی. خودتو قضاوت نکن. یه بخشی از تو داره میگه که یه بخشی از توه، اون طرف بخشی از منه داره میگه که من چیزم. خب بحث همینه محمد جان، بحث همینه. خب بحث همینه. محمد جواد داره میگه ما اگر کامل بودیم اینجا نبودیم، باور کن. میگه اگر کامل بودیم اینجا نبودیم سیامک خان. خب اگر کامل، همینه. اومدی اینجا که بفهمی که تو کاملی، اومدی اینجا که بفهمی که تو کلی، تو جزئی از کلی و کلی از جزئی. تو برنامه هستی اینه که تو بفهمی که تو کاملی، تو همه چیزی. هی داره تو در دیوار بهت نشون میده، تو فیلم ها داره بهت نشون میده خودتی، میخوای خودتو بفهمی که آخر بفهمی تو کی هستی چی هستی. آقا از بین اینو بهتون بگم بچه ها، از بین خب تو ترجیح میدی از بین مثبت یا منفی کدومش رو انتخاب کنی؟ از بین مثبت یا منفی کدوم رو انتخاب میکنی؟ تسلیم بودن یعنی چی؟ بهت میگم تسلیم بودن یعنی چی. نور و تاریکی. تو از بین نور مثبت و تاریکی منفی، خب اگر این جهان دوگانگی، میگن این جهان دوگانگی خلق کردی خودت، خب از این جهانی که خودت خلق کردی، خودت حافظت پاک شده، میخوای ببینی چی هستی کی هستی، خب از این موضوع میخوای بفهمی که تو از این بین این دوتا کدوم انتخاب میکنی؟ مثبت رو انتخاب میکنی یا منفی رو انتخاب میکنی؟ خب پس بهتره نری تو تاریکی، بهتره نری تو فکرهای منفی. خب که اگر بری تو فکرهای منفی که اونا میخواد بهت کمک کنه که آخرش بیای تو مثبت، بهتره که تو مثبت باشی. اگه تسلیم هستی تسلیم نور باش، نه تسلیم تاریکی. میدونی چی دارم میگم؟ تسلیم نور باش نه تسلیم تاریکی. میدونی چی دارم میگم؟ تو هم نوری هم تاریکی هستی. جهان هستی چیه؟ نور در دارک مدر، نور در تاریکی. خداوند چیه؟ نوری در دارک مدره. خداوند نور در دارک مدره، در تاریکیه. خداوند نوره دیگه، تو نوری در تاریکی هستی، دارک مدر. بذار راجع به دارک مدر یه توضیح بهت بدم. اینا رو نگاه کن، این تاریکی ها رو ببین. اگه اینو کل هستی بدونیم تاریکی ها رو، این نورا آگاهی هن. آگاهی 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 که تو خودتو کپی پیست کردی، خودتو زیاد کردی. و کار جهان چیه؟ کار جهان هستی اینه که نور رو بیشتر کنه، نور رو بیشتر کنه، نور رو بیشتر کنه. میدونی چی دارم میگم؟ مهدیه جواب داد بچه ها. مهدیه میگه که به عنوان یک نمونه دارم مهدیه رو مثال میزنم، یک نمونه خیلی خوب، خب برای اینکه باقی شما خداتون رو درمان کنید. خب ببین چه سوالی مینویسه بچه ها، خوب توجه کن، یه لحظه خوب توجه کن. میگه چرا من مثل خانوما نیستم؟ چرا من مثل همه خانوما نیستم؟ خب مگه خانومای دیگه با تو چه فرقی میکنن؟ چه چیزایی، چه فاکتورایی تو رو شبیه خانومای دیگه میکنه؟ اینو به من بگو. چه فاکتورای دیگه تو رو شبیه چیز میکنه؟ خانومای دیگه میکنه. بچه قضاوت نکنید. شما وقتی خبر ندارید، گفت مادر نشده، گفت مادر نشده. خب
تو میتونی یه مادر بشی خانم حسینی، ایرادی نداره. مرکزی وجود داره به نام مرکز کودکان بی سرپرست، مرکز کودکان بی سرپرست. خب این یه آپشن بر سرپرست. خب ببخشید من کامنتتون رو نخوندم، بعضی ها بچه ها نوشتم به من مرسی بچه ها یادآوری کردین. پاپ جی عزیز ببین تو اگه میخوای احساس مادر بودن بکنی یه برنامه‌ای بوده، تو یه برنامه. چرا یه شخصی میاد اینجا انتخاب میکنه که معلول باشه، میاد تو این دنیا انتخاب میکنه که معلول باشه، میخواد یه درسی یاد بگیره تو این دوره زندگیش، میخواد یه درسی رو یاد بگیره. خب میخواد قدرت رو پاس بکنه، درس قدرت که بدون داشتن عضوی، بدون داشتن هیچ گونه عضوی، خب بدون داشتن دست و پا بتونه زندگی بکنه. الان عزیزانی هستن، چرا اون عزیزان رو نگاه نمی کنی شکرگزار باشی؟ شما که احساس کمبود میکنید، خب تو الان اومدی اینجا برنامه خودت امضا کردی، برنامه ریزی کردی، خب خودت امضا کردی آقا من میخوام تو این زندگی رفتم بچه نداشته باشم. خب شایدم این اصلا از قبل امضا نکرده باشی، یه باوری تو خودت قبولوندی، باور منفی که من بچه دار نمیشم، 1000 بار سعی کردم بچه دار نشدم. خب تو چی کارا کردی، چه سعیایی، همش باور ذهنی خودته. تو باور کن که بچه دار میشی، بچه دار میشی. چه مشکلی داری که تو بچه دار نمیشی؟ خب الان مثلا میخواد بگه من نمیدونم چیز کردم، رفتم عمل جراحی کردم، مثلا این کارو کردم اون کارو کردم، بیماری نهایتش اینه دیگه، نهایتش اینه. بازم میگم باور انقدر قدرتمنده که اگه تو به خودت باور کنی، اگر تو رحمت هم در آورده باشی، اگه تو باور کنی که رحم جدیدی تو بدن تو شروع به رشد میکنه، رحم جدیدی تو بدن تو رشد میکنه. اگه تو باور کنی که تو بچه دار میشی، تو با بچه دار خواهی شد. خب ولی اگر باور نداری، میتونی بری یه سگو بیاری به سرپرستی قبول کنی. خب میتونی بری مرکز کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، یه کودک دیگر رو بیاری بهش عشق بدی، کسی که به عشق احتیاج داره. یه بچه ای الان اونجاست، خب قلبتو واس کن، یه ذره قلبتو وا کن. شاید برنامه این بوده که تو بری یه بچه دیگر رو برداری بیاری چیز کنی. تو از این بازیگرای دیگه، حالا مثال میزنم، نسخه های دیگه من بازیگرای هالیوودی، خب تو از اونا مثلا کمتری، مثلا مثال میزنم مثلا آنجلینا جولی که 4 تا 5 تا بچه بی سرپرست آورد بزرگ کرد. میدونی چی دارم بهت میگم؟ تو از اینا کمتری. میدونی چی دارم بهت میگم؟ خب چرا اونا تونستن تو نمیتونی؟ اگه میخوای مادرشی برو یه بچه قنداقی اونجا از شیرخوارگاه آمنه، برو بگو من میخوام یک بچه بیارم، من خیلی دوست دارم بچه، میخوام یه بچه بیارم. و بیار رو زندگی کن، از زندگیت لذت ببر. خب باوری تو ذهنت نداشته، این یه باوره تو خودش قبولونده، یه چیز منفی قبولونده تو ذهن خودش، من بچه دار نمیشم. رفتم پیش دکتر هولاکویی، نه اون دکتر هولاکویی یا مثلا دکتر فلان، رفتم پیش دکتر فلان، دکتر ایکس ایگرگ فلان دکتر به من گفته که تو دیگه ابزار اینو نداری که بچه داشتی، تو آنفاکتوس زدی دیگه بچه دار نمیشی. تو اومدی تو خونه شروع کردی تکرار کردن، من آنفاکتوس زدم و انقدر به خودت قبولوندی که آنفاکتوس رو خودت داری. آنفاکتوس هم اینجوری قلمبه از رو سرت زده بیرون یا از بدنت زده بیرون. میدونی چی دارم میگم؟ کی خودشو مریض میکنه؟ تو خودتو با باور. برای همین بهت میگم دکترها خطرناکن. چرا خطرناکن؟ به خاطر اینکه وقتی تشخیص میده و اون به تو باور میکنه، به باور میقبولونه که تو آنفاکتوس زدی، در صورتی که 2 تا چیز بیشتر وجود نداره، فرکانس منفی، فرکانس مثبت. آقا فرکانس منفی تو فرکانس مثبت کن، خوب میشی، درمان میشی. بقبولون. یه نفر از با قرص خودشو قبول میکنه، آقا من این قرصا رو بخورم فلان. من میگم از بین قرصی که شیمیاییه، اگه قراره قرص بخوری از چیزی که شیمیاییه
بیخیال شو، برو سراغ چیزی که طبیعت درست کرده. چیزی که طبیعت درست کرده، مثلا دندلاین، همین گیاه زرد چیز، خب میگن آقا این سمیه. ذهن اومده گفته که آقا تمام قارچایی که تو جنگله سمیه، تو رو میکشه. تو از کجا میدونی که قارچا سمیه؟ به خاطر اینکه تو رو به تو یه افکتی میده، سایکدلیک بهت میده، تو آگاهتر میشی، فرکانست میره بالاتر. اینا اومدن بهت گفتن سمی. در صورتی که فیلم ما رو وسط گذاشتم نفهمیدید چیه. بچه ها کنار مارا دارن بازی میکنن به ماره. بچه کیه؟ خود توی. داره ماره، این فکر کن ماره داره ماره رو ناز میکنه، خب و یه ناز که میکنه ماره، صورت ماره رو میگیره اینجوری میکنه، خب بعد بذار فیلمشو بذارم بهت ببینم، نگاه کن یه ذره باور رو ببین یعنی چی. بذار ببینم فیلمش دم دسته، فیلم مار. پخش نکرد یه بار دیگه. Don't try this at home. Don't touch it. Don't touch. No, don't touch it. They don't seem that. این خانومه که وایساده اینجا ترس داره، نگاه کن ترس داره، زن توپله ترس داره، خب و این آقای دانشمنده داره توضیح میده. بچه ها رو گذاشتن اینجا. بچه کیه؟ خود تویی، بچه گیاته. نگاه کن گذاشتنت اینجا، داره به باور رو نشون میده، باور ترس. میگه بچه ها خیلی خوبن، بچه آدمیزاد خیلی خوبه که نگاه میکنه، هی داره نگاه میکنه، هی داره نگاه میکنه به چشم مامان باباش نگاه میکنه، به چشم اینا مامان باباهاشونن، اصلا نگران نیستن، خب داره هی به چشم اینا نگاه میکنه، هی دست میزنه. چی باعث ترس این بچه میشه؟ پروگرامینگ. کی پروگرامش کرده؟ پدر مادر، جامعه و مدرسه، دین. ببین کدشو بگی بگو آخ جون هستن، یعنی اسلحه‌ای که امشب بهت دادم، اصلا کدشو بگی بگو آخ جون. خب ترس از چی داری؟ برای چی شما ترس دارین؟ من مثل همه خانوما نیستم. حالا مهدی جون به من پیام خصوصی بده، من بهت کمک میکنم که باورتو تغییر بدی. Something new or weird or different. مهدی جون به من پیام خصوصی بده، من کمکت میکنم که باورتو تغییر بدی. طلا بری تو همین هفته یا بری شیرخوارگاه یه بچه بگیری یا خودت بچه دار بشی. به این صورت عشق به وجودت. طلا شخصیت چیزی که موقع که میای به دنیا میای اینجا یه ماسک میزنی به صورتت، میگه باور. اگه میخوای زندگیت خوب باشه باورهای خوب برای خودت بپرورون. من دروغ به شما نمیگم بچه‌ها، من دارم راست میگم. یه اسلحه‌ای داری به نام باور، ازش استفاده مفید کن، استفاده منفی نکن. ازش استفاده مثبت کن از باورت، استفاده منفی نکن. طلا رفتی یه جایی بهت گفتن نه اینطوری نمیشه، فقط باور داشته باش که میتونم بشم، هم میتونم برم بچه بگیرم. اگر احساس میکنی که رو باورت انقدر قوی نیستی که نمیتونی بشی، برو اونجا بچه ها رو انتخاب کن، قشنگ یه بچه خوشگل انتخاب کن. شاید تو انتخاب کرده باشی که یکی دوتا بچه از اونجا بیاری بزرگ بکنی، با کمال میل عاشق بچه‌ای، برو بچه رو بگیر، بیا چیز کن. ذهن بچه گول بازی ذهن رو آفرین نخور، گول بازی ذهن رو نخوری.
ذهن. اگر مثلا من اومدم بهت یه چیزی نشون دادم، چیزی به اسم شیطان وجود نداره. شیطانی که اینجا وجود خارجی داره ذهن خود توه. ذهن خود توه. ذهن میتونه خیلی سازنده باشه، خیلی میتونه خطرناک باشه. میتونه باورهای منفی رو وارد تو کنه، میتونه باورهای مثبت رو باور کنه. هیچ چیز رو باور نکنید طلا، هیچ چیز رو باور نکنید به غیر از چیزایی که دوست داری باور کنی، چیزهای مثبت. وگرنه من نه اینجا کتاب دارم، جزوه دارم، نه پیامبریم، نه چیزیم. من اصلا اهمیتی نمیدم به حرفای من گوش بدید یا گوش ندید. خب این زندگی منه، این فهمیده های منه، چیزایی که فهمیدم، این چیزایی که فهمیدم. باور نقش خیلی مهمی داره. یا میتونی از کنار باور رد چی؟ آقا این باوره، من از کنارش رد میشم، میرم زندگی بدبختانه خودم رو بدون باور انجام میدم. یا من باور میکنم یه آدم ثروتمندم، یه آدم قدرتمندم. چطوری میتونی باور کنی که آدم ثروتمند قدرتمند هستی؟ اول قبول کن که من ثروتمندم، من قدرتمندم. خب به خودت احساس خوب داشته باش. طلاهاتو بنداز، دور و برت پول بذار، تو کیف پولت پول بذار، کارت نذاری تی. اگه میخوای پول، آقا یه باوری تو ماتریکس اومده که میگن معنویت. اخ این طرف آدم معنویه و داره حرف از پول میزنه. چیز بدیه. نه اخه. اگر تو ماتریکس بگی پول، خدا پول از شیطانه. پول یه انرژیه. خب تو خدایی، الانم تو ماتریکسی، این ماتریکس هم الان داره با پول میگرده. نگاه کن. این ماتریکس الان داره با پول میگرده. کی به این انرژی داده؟ خودتو به این انرژی دادی به عنوان خدا. انرژی تو پشت اینه. چطوری از این بیشتر جذب کنم؟ باور فراوانی اینو داشته باشم که من فراوون، از در دیوار داره واسه من میباره و در دیوار واسه تو میباره. باورشو داشته باش. باور داشته باش. اگر تو نداری، تو باور کردی که نداری. اگه تو نداری، تو باور کردی که کم به دست میاری از اینا. تو باور کردی که محدودیت داری. فقر در دنیا وجود داره. تو عجب آدمی هستی که نمیبینی فقر و فحشا رو. تو نمیبینی که گدا وجود داره. خب مثلا اون طرف میگه گدا، ولی چیزی به اسم گدا وجود نداره. اونا همش بازیای ذهنه که به تو نشون میده. باور نکن یکی که نشسته اونجا دستشو اینجوری کرده گداه، پول لازم داره. اینو باور کن که اگه بری کیفاشو بگردی، خب 5 تا 6 تا کیفاشو بری بگردی، آخر شب با یه پک پول میره خونه، خوشحال. میدونی چی دارم میگم؟ و براش خوشحال باش که رفت خونه. ولی اگه تو هم دوست داشتی بهش کمک کن. اگه دوست داشتی، حس خوب داشتی، کمک کن. قضاوتش نکن به هیچ عنوان. ولی باور فراوانی داشته باش. باور فقر نداشته باش. مثال قشنگی برات زدم ها. باور فراوانی داشته باش. خب و یکی از راههای ثروتمند شدن دادنه، پول دادن، دونیت کردنه. بده بره. خب به خاطر اینکه اگه بچسبیش یعنی نه. اگه بچسبیش یعنی نه، این کمه، اگه اینو بدم دیگه این بر نمیگرده. ولی این یه خاصیت بومرنگی داره. اینو بده بره برمیگرده، مثل بومرنگ میمونه. و لذت ببر بدونه که دست و پات بلرزه. خرج کن بدونه که دست و پات بلرزه. خرج کن. یکی نوشته اعتیاد چیه؟ اعتیاد رو واسه تفسیر کنم. اعتیاد یعنی چی؟ اعتیاد باوره، یه نوع باور و برنامه ریزی به تکرار یک عادت. خب باور اعتیاد باور برنامه ریزیه. یه برنامه ریزی.
اولین قدم برای این که خب که یک عادته، تو برنامه ریزی شدی که تو نمیتونی ازش دست بکشی. چرا؟ به خاطر که تو به خودت باوروندی اگه من از این دست بکشم میمیرم، اگه من از این دست بکشم درد میکشم، اگه من از این دست بکشم من اون آدم قبلیه نمیشم. در صورتی که ترسه، تو پشتش ترس داری، ترس از مردن داری، ترس از نبودن داری، ترس از این داری که چون موقعی که مثلا فکر میکنی که مثلا تا مصرف نمیکنی حالای بدی سراغت دست میده. میدونی چی دارم بهت میگم؟ راه داره ترک اعتیاد. اگه میخوای اعتیادتو ترک کنی، به چیزی اعتیاد نداشته باشی، تو بالانس قرار بگیرید، تو بالانس. خب تو بالانس قرار بگیرید، تو بالانس، تو زندگی تو بالانس قرار بگیر. نه مرغو مثال میزنم، تو که مرغ میخوری، نه مرغو هر روز بخور، نه مرغو مثلا میدونی چی دارم بهت میگم، نه نونو هر روز بخور، نه هیچ وقت نخور. تو بالانس قرار. چون موقعی که هیچ وقت نمیخوری ذهنت بهت میگه که لک نداشتن وسواس بهت میده. خب اعتیاد یه چیزی که تو خودتو میتونی درمان بکنی. چطوریه؟ یه عادت غلطه، به خودت یه عادت دادی، به خودت فهموندی، باور کردی که من باید فلان چیزو مصرف کنم هر روز، اگه نخورم میرم تو غرق جهنم، میرم تو سیاهی، موجودات سیاهی به من حمله میکنن. ترس از اینکه تو میمیری، ترس از اینکه چه اتفاقی برای تو میفته. خب نظر من برای ترک اعتیاد اینه که خب به خودت بگو همیشه هست. نگاه کن آقا این اعتیاد است داری، نگاه کن این تریاکه مثلا، به هر موادی، به موبایل. خب اولین قدم ترک اعتیاد اینه که تو خودتو نگاه کنی، ببینی که مصرف کننده هستی. آقا من خودمو به عنوان یک مصرف کننده قبول دارم الان. خب اول خودتو قبول کنی، من قبول کردم که یک مصرف کنندم. خب حالا چی کارش میتونم بکنم؟ یا حال میکنی با این موضوع یا حال نمیکنی. من یا با این متا حال میکنم یا حال نمیکنم. خب اگه حال میکنی با این متا، خب اگر با این متا حال میکنی، تو به این متا نیاز نداری برای اینکه ثروتمند بشی، برای اینکه قدرتمند بشی. هر چیزی که تو در این متا میبینی تو درون خودت هست. راههای خاصی داره برای به دست آوردن این تو سرت. این به تو حس خوب میده، به تو خوشحالی میده، به تو شادی میده، به تو چیز میده. آخرش هم شروع میکنه همه اینا رو از تو گرفتن، دیگه به تو نمیده، سواری ازت میگیره. خب برای همین تو به این چیز نیازی نداری، تو به این نیازی نداری. بهترین راه چیه؟ بهترین راه اینه که تو اینو داشته باشی. خب بعد شروع کنی روی تمرین بکنی که کمش بکنی، به جاش باورهای مثبت به خودت بقبولونی، جایگزینش کنی. اینو با چی جایگزینش کنی؟ با تنفس، با باورهای مثبت، با روزه گرفتن. 48 ساعت روزه بگیری، تو مغزت مورفین ترشح میکنه. یک سنسورای تو مغزته که موقعی که 48 ساعت نمیکشی شروع میکنه اونا وایسادن. چرا؟ چون تو هی مورفین میدادی بهش، هی مورفین میدادی، هی به شکر میدادی، هی به چیز میدادی. خب اونا دیگه شکر رو تولید نمیکنن، دیگه مورفین رو تولید نمیکنن اینجا تو سرت. خب موقعی که تو 48 ساعت هیچی نمیخوری، روزه میگیری، این شروع میکنه اینو آزاد کردن، مورفین رو ریست میشه، دوباره شروع میکنه اینو آزاد کردن. خب در چه صورت اینو آزاد میکنه؟ در صورتی که از اونا کم بهش میدی. از اونا چی؟ همین متاع رو. میدونی چی میگم؟ برای همین کمش کن، آروم آروم شروع کن. روزهای 48 ساعت نمیمیری. کسی از نخوردن نمرده. اگه من نمردم تو هم نمیمیری. خب 48 ساعت ناشتا باش، آب بخور. این 48 ساعت ناشتا بودن چاکرا و مرکز انرژی ما انرژی میگه، تومون انرژی رد میشه. اون انرژی مرکز انرژی سولار پلکسس تو اونو تقویت میکنه تا قوی و قوی تر میشی. اعتیاد یه درس قدرته. تو قبل از اینکه بیای به زمین گفتی من از این متاع استفاده میکنم، معتادش میشم،
بعد ترکش میکنم و قدرتمند میشم. 2 تا آپشن داری، یا با اعتیادت از این دنیا میری که پاسش نکردی اگه با اعتیادت از این دنیا بری، یا اینکه اعتیادتو کاملا چیز میکنی، بدون اعتیاد از دنیا میری و قدرت خودتو نشون میدی به خودت. به کی؟ به خودت. که من انقدر قدرتمندم که میتونم نداشته باشم، چیزها میتونن باشن میتونن نباشن. خب من ترجیح میدم آقا از چیزهایی که تو مغز خودمه استفاده کنم، از چیزهایی که مغزم داره ترشح میکنه از اونها استفاده کنم. زندگی خیلی قشنگتره بچه‌ها با طبیعی زندگی کردن، با طبیعی بودن، خب، و با طبیعی گشتن. تنفس، این چیزا به تو اینو میده. به خودت باور بکن. باور، اینا باوره، در واقع یه نوع باوره. چی باوره؟ تنفس باور بود، روزه هم باور بود و باور مثبته و واقعا هم جواب داده. گرفتی؟ به این صورت. پس تو ثروتمندی طلا، شکرگزار باش. فقط جهان هستی، تو جهان هستی فقط سپاسگزار باش، فقط شکرگزار باش، باورهای مثبت بپرورون. باور کن که تو ثروتمندی، باور کن که تو قدرتمندی. خب کمش کن، تغییر کن. جهان هستی خوشش نمیاد بچه، ما تغییر نمی کنیم. کل هستی در حال حرکته. کسی محکوم به فنای تو هستی که تغییر رو نکنه. چجوری فنا میشه؟ فناش اینه که فنایی هم در واقع وجود نداره، یعنی لذت نمیبری. بحث سر لذت بردن از زندگی و لحظه حاله. همین، از لحظه حالتون لذت ببرید بچه ها. از لحظه حالتون لذت ببرید. باور رو امشب میخوام بچه ها اگه وقت داری نرو بشین ویدیوهای دیگران رو شروع کن نگاه کردن و اینه، هیچ اشکالی نداره بری نگاه کنی، ولی کسایی که میرن هیچ آگاهی تو خودشون پیدا نمیکنن، دنبال آگاهی تو این و اون میگردن. الان من به تو یه کدی دادم طلا راجع به باور. برو بنویس باور چیه، باور تو درون من چیه. من یه باور مثبت وجود داره، یه باور منفی. من چه باورای منفی رو تو خودم دارم نگاه میکنم. خب خودتو اولا قبول کن هر جوری که هستی. آقا من همین جوری که هستم پرفکتم، چون من هستم. خب و حالا که هستی، همه چیز هستی. نمیتونی بگی ما انرژی، ما نوریم، ما هم تاریکیم هم نوریم. میدونی چی میگم؟ ما هم همه چیز هستیم هم هیچ چیز هستیم. میدونی چی میگم؟ ما هم یک نفریم هم همه ایم. ما هم جزئیم هم کلیم، هم کلیم هم جزئیم. هر چیزی که تو بگی هستی. هر چیزی که تو بگی هستی. از اتم تو درست شده، از ذرات تو درست شده، از ذرات تو. اون یه باوره و میتونی قبولش بکنی. فاستینگ موهای سفید و سیاه میکنه، یه باور خوبه. آره منم استفاده میکنم، فاستینگ میکنم، موهای سفیدم و سیاه میکنم، ولی لذت میبرم ازشون. من دوستشون دارم، من قبول میکنم خودم و همینطوری که هستم قبول میکنم، دوست دارم خودم. هانی سارا میگه من هیچی نیستم، ولی من میگم من همه چیز هستم. من هستم، فقط من هستم. همین، من هستم. عشق به وجودت. مهسا میگه من عاشق تناسخم، عاشق زندگیه. ببین تو بچه ها چیزی به اسم، یه چیزی بهت بگم، چیزی به اسم در واقع نابودی وجود نداره. خب چیزی به اسم نابودی وجود نداره. ما اگر از اینجا، اگر از این زمین، از این ماتریکس، خب از این ماتریکس فیزیکی در بیایم، میریم توی ماتریکس دیگه ای مثال میزنم، اونم کسی راجبش نمیدونه که چه جوریه. شاید یه ماتریکس همین شکلی باشه، بازم تو داری همه چیز رو میبینی. میدونی چی دارم؟ کسی راجبش نمیدونه چیزی. میدونی چی دارم میگم؟ ولی من دارم این حرفو میزنم، میگم تا هستی همین الان لذت ببر، چون تو هستی. تو هستی، بودی خواهی بود. از بودنت لذت ببر. زندگی کن. زندگی کن. نشین ثابت. من دیگه زندگی نمی کنم، من دیگه نمیدونم این کارو نمی کنم، من دیگه اون کارو نمی کنم، من تسلیم میشینم. یه جا نگاه کن،
آقا من تسلیم اینجا نشستم دیگه، تکونم نمیخورم، میشینم اینجا ببینم چی میشه. دیدن اعداد روند چیه؟ پارسی میگه من خود او هستم. تو خودشی طلا، تو خودشی. تو با خودت داری صحبت میکنی. ته تهش عشق به وجودت. دلار اسکنن این حرف رو زد. کد خیلی قدرتمندی بود. تو طلایی، تو همه چیزی، تو زیبایی، تو قشنگی، تو سالمی، تو همه چیز هستی، تو کلی، تو خالقی. بچه ها یه چیزی بهتون بگم. الان نیلوفر یه چیزی نوشته، بذار یه چیزی بهتون بگم. خب یه چیز خیلی جالب بهتون بگم. خب کلمه جمله آخره دیگه، میرم دیر وقتم از تو ایران. یعنی اگه کامل شیم بازم برمیگردیم. تو کامل هستی همین الان، تو ناقص نیستی، تو کامل هستی. خب تو هستی، تو هستی. میخوای نباشی نیلوفر؟ چرا میخوای نباشی؟ چرا میخواین نباشین بچه ها؟ کسایی که میگن ما نمیخوایم باشیم، چرا نمیخوایم؟ تو هستی، تو وجود داری. خب تو وجود داری. از چی میترسین بچه ها؟ زندگیتون رو بکنین. از چی میترسین؟ از زندگی میترسی؟ از کجای زندگی واسه تو ترسناکه نیلوفر؟ کجای زندگی واسه تو ترسناکه؟ واسه من بگید بچه ها. فرش جلال میگه چرا کامنتام دیده نمیشن؟ دیده میشن طلا، همین الان دیدم. خب از سختی ها یه باوره، همش یه باوره. تو خودت باور سختی، ذهن ما بوده که بچه ها باور سختی رو قبول کرده. تو قبول کردی که اونا سختی بوده. به این چشم بهش نگاه کن که من تجربه کردم. به این چشم نگاه کن که من تجربه کردم. قاصدک میگه من دیگه نمیخوام تناسخ داشته باشم. روح راهنما تسلیم باش، نگو نمیخوام یا میخوام. تسلیم خودت باش، تصمیم خودت باش، تصمیم خودت باش، تسلیم باش. نگو میخوام یا نمیخوام. It's your call. هرچی که تو بگی. تکامل پیدا کن. فقط تکامل پیدا کن. کل جهان هستی همینه. تو برنامه تکامل. اومدید زندگی کنی. منظور از زندگی چیه؟ منظور از ماتریکس چیه؟ کلا منظورش اینه که زندگی کن. نمیخوای یعنی زندگی بکنی؟ یه چیز بود خیلی جالب بود. یه دونه نمایشنامه بود، میگو بودن یا نبودن مسئله این است. انسان ها از نبودن خودشون شک دارن به نبودن خودشون. هی سوال میکنن من هستم خواهم بود، من سالم خواهم بود، من سالمم. عاشقانه زندگی کنید. همینو دارم بهتون میگم. عاشقانه زندگی کنید.
دنبال آینده نباشی. همه شما به فکر آینده چی میشه؟ آینده همین امروزه. کتاب لحظه حال اکارت تول رو همه بخونن. اکارت تول بچه‌ها. عشق به وجودتون بچه‌ها. شبتون بخیر. مراقب خودتون باشید. گیتی میگه ما که تا الان چیزی نفهمیدیم، ببینیم با وجود شما شاید متوجه بشیم. ببین بعضی موقع خب یه چیزی بهت بگم، بعضی موقع اون ذهنه. ببین وقتی بچه‌ها نگاه کن، وقتی تو میگی من میخوام بفهمم، نگاه کن چی رو میخوای بفهمی، در واقع چی رو میخوای بفهمی. سوال داری، خب تو همش ذهنی که داره سوال میکنه. ذهن سوال میکنه، میگه تو هستی تو هستی تو هستی تو هستی تو هستی تو هستی. آقا وقتی هستی بگو من هستم. چه سوالی دیگه ای داری؟ میدونی چی دارم میگم؟ چه سوالای دیگه ای داری؟ سوالای دیگه میره منفیگری. ذهنه میخواد ببرتت به نبود، به هیچ، به تاریکی. اگه زیاد سوال بکنی نه که ترسی داشته باشه، ولی میری به تاریکی، میری و در تاریکی و وارد تاریکی میشی. اونجا دنبال خودت میگردی تو تاریکی، میرسی به تاریکی مطلق که 99% تاریکیه و خودت تو یه نوری هستی تو اونجا، تو تاریکیه، تو کل تاریکیه. کل برنامه هستی همینه که تو انقدر مرحله به مرحله زندگی کن، لذت ببر، تسلیم باش. تسلیم بودن یعنی این. خب تسلیم برنامه‌ریزی خودت باش. الان که فهمیدی تو کی هستی، خب تو کی هستی در واقع، چه ابزارهای قدرتمندی به تو داده شده. خب الان تو این مرحله فهمیدی که تو چی هستی، تو کی هستی. خب تو همین مرحله تو از این ابزارهایی که به داده شده استفاده مفید کن، زندگی تو بکن. تسلیم بودن یعنی همین. تسلیم اراده خودت باش، تسلیم برنامه خودت باش، مثبت باش، فکرت مثبت باش. از بین مثبت و منفی کدوم انتخاب میکنی؟ مثبت رو. از بین تاریکی و نور کدومو انتخاب میکنی؟ میری به طرف نور یا خودتو نورانی تر بکنی، یا میخوای بری به سمت تاریکی؟ ببینید چی میگم؟ که تاریکی هم خودتو بودی و تا اینجا اومدی تو نور، اینقدر بالا اومدی تو نور. پس بچه‌ها رها کنید همه چیزو، در ترس رو رها کن، باورهایی که تا الان بهت دادن رو رها کن و زندگی کن. در لحظه لذت ببر، شکرگزار باش، سپاسگزار باش. سپاسگزار از چی؟ سپاسگزار از این که تو الان هستی. من هستم، حضور دارم، من قدرتمندم، خیلی قدرتمندم. من میدونم چقدر قدرتمندم. من میدونم که سالمم. باور. من میدونم که لایتناهی هستم، مرگی برای من وجود نداره. من میدونم که وابسته به چیزی نیستم، ولی از چیزهایی که هستن شکرگزارشونم، سپاسگزارشونم و لذت میبرم. همین. عشق به وجودت. راجب باور بشین بنویس. باور چیه؟ واسه خودت توضیح بنویس. آقا باور چه برداشتایی از باور دارم؟ چه باورهای غلطی من تو درونم دارم؟ چه باورهایی منو پروگرامینگ کردن؟ منو چه باورهایی برنامه‌ریزی کردن؟ این لایو سیو میکنم، میذارمش تو یوتیوب، ازش استفاده بکنید. عشق به وجودت. خدا نگهدار.